الان من تقریبا 3 تا وصیت‌نامه دارم، الانم در جیبم در کیفم هست که نگذارید در خانواده ما اهل علم به اصطلاح منقطع بشود. نماز جمعه را ترک نکنید، نماز جماعت را ترک نکنید، صله ارحام را ترک نکنید. حتی در وصیت‌نامه هم گفتم که نمازم را ایشان بخوان، نماز میتم را ایشان بخوانند. من ایشان را عادل میدانم، متقی میدانم. ایشان با اینکه خب پسر ما هست، من ایشان را به خودم پدر میدانم.